مفتی شده طرف. مفتی های واسطابی مفتی هستن، فتوا میدن، تو گروه ها مفتی شدن برای خودشون. فضای مجازی که استفاده میکنید از این سیستم هایی که الان هستن، خیلی راحت، هزینه هم ندارن، از اینا استفاده درست بکنید. مفتی شده طرف. مفتی های واسطابی مفتی هستن، فتوا میدن، تو گروه ها مفتی شدن برای خودشون. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. مواظب باشیم. چیکار میکنیم؟ علم نداری، سواد نداری، دلیلی بلد نیستی، تو گروه ها مفتی شدی، فتوا میدی، سوال جواب میدی. چه نیازی هست؟ فردا قیامت مسئولی بازخواست میشی. نسبت به آنچه علم نداشتی به زبان نیار، دروغ محسوب میشه، مسئولیت داره. خودت گمراهی دیگران گمراه میکنی. همینه. فافتوا بغیر علم، فتوا بدون علم میشه. ارتباطات نامشروع دختران پسران از طریق فضای مجازی. از الله بترسید. اگر ایمان به الله و رسول دارید، ایمان به قیامت دارید، حرام هست این ارتباطات. سرانجامش به جای باریک میرسه، پشیمان میشید. نتیجه شو بسیاری مواقع میبینیم که اختلافات، درگیری ها، نزاع در مابین خانواده ها پیش میاد.